ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори ҳаштумро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми сеюм. асад махсум ба ман таъин карда рафт ки тайёр шуда истам ва ба атрофи худам одамҳои дилпур мешудагиро ҷамъ кунам. ҳамин ки Бухоро ба даст дарояду ҷанг тамом шавад, вай моро ҷеғ зада ба ҳар кадом як мансабу як вазифа месупорад. ман ҳоло ба ғайр аз шумо ба каси дигар боварӣ надорам, чунки шумо паҳлавон гузаштагӣ, ҷабр дидагӣ, камбағал. саломат бошед бародар, гуфт Саид паҳлавон ва дар дилаш хандид. кани ҷанг тамом шавад, баъд ягон гап мешудагист. албатта, гуфт худ боварона Наим. хотир ҷамъ бошед, даври ма камбағалон می شود. ба ма و шумо ҳам навбат می رسد. خیر الهی همین طور شود کو. لیکن گفت ملاحظه کرده ایستاده سعید پهلوان، لیکن حاضر بهتر که به فکر کاری خود شویم و جان برادر از شما خواهش من همین که این گپ ها را به کسی دیگر نگویید، گویید هم که مرا نام نبرید. نترس پهلوان، گفت نعیم تلخ، ما هم یگیت نام داریم. به شما همین قدر خبر داده ماندم که در خاطرتان باشد. خیر، من به قشلاقی او به چوری می روم، کارم هست. نعیم تلخ دیگر گپی نزد و گذشته رفت. سعید پهلوان باشد در جای ایستادگیش کمتر خیال کرده ماند و بعد به طرف یابان نرفته به قشلاق برگشت. گفته های نعیم تلخ به دل پهلوان واهمه انداخت. خیال او را پریشان کرد. وقتی که سعید پهلوان به مرکز قشلاق به سری مسجد رسید، در آنجا الکی مردمی بسیاری جمع گشته درباره جنگ، درباره غزا، درباره دهشت و فاجعه ها سخن می‌راندند. هرچند که جنگ از قشلاق 10-15 چقریم دور بود، هرچند که غلغله جنگ و شراره آن به این قشلاق بی واسطه نمی رسید، لیکن مردم به واهمه افتاده بودند. جنگ قتال سر شده است. از دو طرف هم کشته مناره شده است. به بخارا آفت نمی رسیده است تا مادامی که یک خشت مزار خواجه بهاءالدین باقی است. مردم قشلاق‌های اطراف بخارا به پا خیستند، به شهر زده در آمدند. قشلاق‌های اطراف بخارا خراب شده است. ها کذا و ها کذا. از این خبرها بعضی ها به واهمه افتاده غصه می خوردند، بعضی ها حیران بودند، بعضی ها شادی می کردند و هر کدام به طور خود طرح و نقشه کار خود را می کشیدند. بعضی از دولتمندان و بایان قشلاق چیز و چاره های قیمت بهای خود را روست می کردند و در فکری به جاهای دور گریخته رفتن بودند. امام و صوفی قشلاق مردم را به غزات دعوت می کردند. کمبغل ها از تحت دل خرسندی می کردند و غلبه انقلاب را
چشم داشتند. سید پهلوان را پیش از همه یک فکر، یک غصه پیچانیده گرفته بود. وی در فکری پسرش، در فکری که اینجا پسرش بود. میره که وی به کاغان، به مرکز جنگ، به مرکز جدال رفته بود. کی میداند به وی چی شد؟ به دست یگان طرف افتاد و گرفته حبس کردند، یا هی کرده به میدان جنگ بردند. خربوزه اش را تله کردند. خیر، گور خربوزه شود، الهی خودش صحت سلامت باشد. بچه بیچاره با چی امید و آرزو خربوزه کند، سحر از خواب شیرین مانده گرفته برد، فروخته یک خلطه پول گرفته می بیارم گفته بود. هیچ کدامش نشد. جنگ پیش آمد. توبه، من آمدم به دل خوشی، از پیش برآمد غوزه کشی. الهی بچه سلامت باشد، آخری کار بخیر شود. وی تا چاشتگاهی کلام در خانه و در کوچه با این و با آن صحبت کرده فکر گرفته گشت تا توانیست صبر کرد و خود را با هر خیل صحبت و مصلحت ساکول کرده گشت، لیکن بعد نتوانست. از قشلاق برآمده به کناری جویچه‌ای نشست و چشم به راهی کاغان دوخت. راهی کاغان خالی و خاموش بود. برای چی بود که امروز آینده و روندگان نمی نمودند؟ گویا همه از واقعه امروزه جنگ بخارا خبر داشتند و پیشا پیشکی سرانجام کاری خود را دیده در خانه هایشان نشسته باشند. آفتاب قریب به قیام رسیده بود، لیکن هوا آنقدر گرمی بد نبود. شماری فارمی می وزید. آبی جویچه شلدراز زنان جاری بود. مرغانی بسیاری از هر طرف نغمه سرایی می کردند. یک کرکری کراک به بالای دیوارچه حاطه‌ای که در آن قریبی بود نشسته بی ایست قرقر می کرد. فاخته که به شاخی درختی نشسته گویا به وی جواباً بیغمانه گاه گاهی کوکو گفته می ماند. فراشتروک ها ویجراس زنان در فضای خرم قشلاق بازی و پرواز می کردند. یک سیل کفترهای خانگی پرواز کنان معلق می زدند و هنرنمایی می کردند. موسیچه ها، این جانورک های فقیر هم از چی بود که به شوق آمده با همدیگر گپ زده کوکو گویی می کردند. از دور گوساله ما گفتمان مادگاوی از آن قریبی او را تسکین داده من در همین جا نترس گفتگی بر این معاش زد. بعد از طرف قشلاق آوازی هنگاس زدنی خری شنیده شد و در زمینه همه این صداها از دور آوازی آسمانی پسی افق برین غلغله جنگی پردهشت یک زیل به گوش رسیده می ایستاد. مردم جنگ می شود، جنگ می شود گفتند. انا آخر جنگ هم سر شد. کی می داند در این جنگ دستی کی بالا می شود؟ اگر دفعه گذشتگی بر این باز امیر زور براید، خانه مردم خراب، باز خونریزی، باز جدید کشی. الهی همین تب نشود. خدا رحمی بندگانش را خورد، به خلق بیچاره روز و روشنایی عطا کند. در قطار ما هم نفسی آسوده‌ای کشیم. نخواد که خدا آه بیچارگان را
نشنود. اما این میرک چی شد؟ چرا اینقدر دیر کرد؟ فروختن یک جوال خربوزه اینقدر مشکل مگر؟ یا که او را بندی کرده ماندند؟ بچه بیگناه را بهتر که به کاغان رفتن خبر گرفتن لازم، دیگر علاج نیست. سید پهلوان در این خیالها بند بود که ناگاه به گوشش صدای سومی خری رسید. وی زود از جا نیمخیز شده به راه کاغان نگاه کرد که خالی بود و جانزاد نمی نمود. لیکن پس از دقیقه از طرف قشلاق دهقان به خر سوار شده آمده رسید. ها سید پهلوان، گفت وی، در اینجا نشسته ماندید؟ برای کسی انتظار هستید مگر؟ ها، گفت پهلوان، پسرم میرک به کاغان رفته بود، پیچی حیال کرد، دلم خواتیر. ای خواتیر نشوید، گفت بیغمانه دهقان، آمده میماند، حالی روز بر وقت. و خواست که گذشته از پسی کارش رود، لیکن سید پهلوان او را باز داشت. ناسداری برادر؟ ها، میکشید؟ اینجا گیر. سید پهلوان ناسکدو را گرفته یک آتیم به زیر زبان پرتافت و باز یک دو آتیمی دیگر بروی برگی درخت گرفته سایید و ناسکدو را به صاحبش برگردانید. 4 سال این طرف نمی کشیدم، گفت وی به دهقان. حاضر ناخواست خمارش گرفت. خیر برادر، سلامت باش. شما هم سلامت باشید، گفت دهقان و پس از کمی علاوه نمود. ها، اصلا پروا نکنید، پسرتان به کجا می رود؟ آمده می ماند. الهی از زبانکت، گفتمان سید پهلوان. دهقان از پس کارش رفت. سید پهلوان باز تنها ماند. ناسی تیز زیر زبانی او را اندکی سوزانده عصبهای ترنگ گشته اش را کمتر قطیق کرده ماند. این حال به وی کمی کیف داد و کمی هوشیار کرد. پس از 5-6 دقیقه ناس را توف کرده دهانش را با آبی صاف غرغره کرد و باز بروی سبزه ها پهلو زد و به سوی راه کاغان چشم دوخت. در راه کسی نبود، اما در بین میسه ها جاندارهای بسیاری به کار و باری زندگی خود مشغول شده می گشتند. مورچه های اسپکی تیزرو به دهان خود دانه را گزیده چارخیز به سوی خانه خود می دویدند. در راه از شریکان خود راه را سراغ می کردگی برین به همدیگر یک تمشوق به تمشوق زده می گرفتند. ملخهای جهنده جک جک کنان همدیگر را پیش کرده می گشتند. عجبا، این ملخهای بیغم خانه و جا زن و فرزند داشته باشند. فرزند نداشتن هم مشکل، ولی غم و غصه فرزند باز هم مشکل تر. اما این میرک چی شده باشد؟ گفت پهلوان خود به خود و چی کار کردنش را ندانسته باز به زیر زبانش یک آتیم ناس پرتافت. آخر آفتاب به قیام رسید. تا به این دم 3 جوال خربوزه را هم فروختن ممکن بود. یا که بچه نادان قیمت تر فروشم، بسیارتر پول کنم گفته ایستاد می. خبر ندارد که در بخارا جنگ سر شدگی. هیچ کس هم نیست که به وی این را گوید. پس از 4-5 دقیقه ناس را توف کرده باز دهانش را با آبی صافی جویچه غرغره کرد. این دفعه وقتی که به راه نگاه کرد از دور سیاهی را دید که به سوی قشلاق می آید. به چشمانش باور نکرده از جا نیمخیز شد و با دقت نگاه کرد.
بله بله، آدمی خرسواری آمده ایستاده است، به میرک مانند. ها، خودی میرک آمده ایستاده است. شکر، 100,000 بار شکر. سید پهلوان خواست که باز یک آتیم ناسی ماندگی را به زیر زبان پرتاید، ولی یک باره خود را نگاه داشت و ناس را دور انداخت و دستش را شست. میرک باشد از دور پدرش را دیده خوشحالانه فریاد کرد: دده، ها دده، کارها ونگ، کارها کلان. سید پهلوان به سخنهای خرسندانه و بی سر و نو گفته شده پسرش گوش نکرده، او را از بالای خر برداشته گرفت، بوسید و به سر دلش پخش کرد. حتی از چشمانش یک چند قطره آب ریخت. میرک این وضعیتی پدرش را هیچ وقت ندیده بود. بنابراین حیران شد و پرسید: ها دادا، به شما چی شد؟ خیریت آمدی پسرم، نباشد پیاده به کاغان سراغ کرده می رفتم. برای چی؟ تو نشنیدی مگر در کاغان غزات شده است، جنگ شده است؟ کاغان خاطر جمعی؟ گفت میرک و خرش را پیش انداخت. به سوی قشلاق راه روان به پدرش دیدگی و شنیدگی هایش را یک به یک نقل کرده داد. در کاغان جنگ نیست، گفت میرک به گپش دوام نموده. جنگ در بخارا شده ایستاده است. حیف که دیده نمی توانیم. در کاغان از کربچه ها توپ شدگی خربوزه بیار می گویند. تو چی گفتی؟ پرسید سید پهلوان از جسارتی پسرش فخری کرده. من خوب گفتم، گفت میرک. البته می بیارم گفتم. همه بچه های خودمان از کربچه های مسلمان. یک تیش من اوکا گفت، یک تیش اغلیم پسرم گفت، یک تیش جیان نامید. به خدا که راست میگویم، یک خلطه پول شد. همه کش پولی از کربچه ها. عروسش هم هست، نوغیش هم هست. یک خیلش عروس برینو، لیکن به زبان خودمان گپ میزند. تاجیکی. آنها طرفی مرا گرفته با پرسیانی جلاب جنگ کردند. کدام پرسیان؟ هو پرسیانی جلابی بقالی فریبگر هست کو ریشناک به شما قرض دادگی. همان را رسوای و مسخره کردند. ها دادا، من دیدم که همان مردکی شب آمدگی، هو مردکی تپانچناکی به حولی نعیم امک رفتگی. انا همان مردک باز یک مردکی کمزوری چرمین پوش به حولی پرسیانی جلاب رفتند. مردکی تپانچناک به من داد زد. برای چی؟ نه، من یک صورتی غلطی را تماشا کرده ایستاده بودم. خرت هیکن صحرایی گفت. چخیر صورت؟ به یک کاغذی کلان کشیده به دیوار چسبانده ماندند در کوچه. خیر، تماشا کردم. چی شد؟ اگر در کوچه باشد برای تماشا کردن چسبانده ماندگی اندیه. اما وی مردک به همین هم خسیسی کرده به تو داد زده است. خیر، بلا به پسش، هر چی صحت آمدی شکر. وی آدمی خیلی بد برین بود. باز مردکی کمزوری چرمین پوش میگویی؟ توبه کردم خدا، خیریت به تو کاردار نشدند. خیر، باز کی را دیدی؟ ها، حیدر قلعمک را دیدم. لباسهای عسکری پوشیدگی با عسکرها یک جای مشق می کنند مگر؟
تعیین کردند که برای اسکر بچه ها میوه خربوزه برای اسبهایشان یم و بیده تیار کنید بوده است. آمده پولش داده، گزوار و قند هم داده خریده می بردند. میلش گفت به اندیشه فرو رفته پدر. باغ سقال گفتن لازم، نه نمی گفتگیست. سید پهلوان به قشلاق در آمده راست به سوی حولی خود روان شد، لیکن میرک به سری راه ایستاده به پدرش خطاب نمود. خربوزه چی؟ کدام خربوزه؟ اسکرها گفتگی بیایید به سری پالیز رفته خربوزه کنیم، باز یک جوال خربوزه برم، یک جوالی دیگر پول کرده می بیارم. بیامان بچیم، گفت به طوری قطعی پدر. نیم تینان راحتی جان گفتند، برای این روز همینش هم کفایه. به خدا 100 بار شکر که به تو آسیبی نرسیده است. نباشد این جنگ هزیل نه بچیم. میرک حیران و مضطر شده ماند. می بردم نقص می شد. به همینش شکر کن. سخن قطعی پدر او را مجبور کرد که به سوی حولی رود. 5 روز گذشت. 5 روزی پرهیجان، 5 روزی وهم و هراس، 5 روزی یأس و امید. آیا چی می شده باشد؟ نخواد که امیری بخارا با همین قدر دبدبه و سولتش مغلوب شود. نخواد که انقلابچی های بخارا غلبه کرده امیر را بند می کنند، امیر را بدار می آویزند. پس ملاها چی کار می کنند؟ منصبداران و طلا کمران کجا می روند؟ سید پهلوان ناسکدوی 4 سال پیش از این پرتافته مانده خود را از کدام کنج و بخیله ها کافته یافت و باز به ناسکشی سر کرد. شبها کم خواب می کرد. از کاری صحرا دلخنک شدگی بر این هر روز 1-2 ساعت رفته به میرک کار می فرمود و باز به قشلاق بر می گشت. در پیش درآمد مسجد نشسته به هر خیل خبرهای از طرف بخارا می آمدگی گوش می داد. شبها به خانه آمده چیزی می خورد و بعد به ناسکشی دوام می داد. اینقدر چی غصه می خورید دادیش؟ می گفت مادری میرک. هرچی شود از تقدیرمان، قطاری کوب. ما چیز و چاره‌ای کذایی نداریم که غم آن را خوریم. چیز و چاره، گفت دست افشانده با آواز خسته سید پهلوان. من در غم دخترمان. بخارا سوخته ایستاده است. شبها شعله علنگه را از بالای تل به حضور دیدن ممکن. میگویند علنگه بخارا. به دختری ما چی شده باشد؟ خدا خودش پناهشان. خدا پناهشان. لیکن حولی دختری ما در بازاری چوب، جایی وسیع و یلنگتر، گفت زنی پردان. از ارک هم دور، از لبی حوزی دیوان بیگی هم. ارک و لبی حوزی دیوان بیگی 2 مرکزی سیرادمی بخارایی پیش از انقلاب. مؤلف. بلشویک به بیچاره های و کمبغل ها کار ندارد میگویند. سوزانده باشد هم ارک را سوزاندگی است. جای بلند علنگشت از دور می نماید. خدا خواهد بچه های ما صحت و سلامت هستند. لیکن گفت پهلوان سخنی سرکردهش را دوام داده،
به امید خدا نشو بت را دار گفتند. هرچی باداباد پگه من خودم به بخارا می روم، خبر گرفته برمی گردم. آخر گفت زنک غمخوارانه جنگ می گویید، بخارا سوخته ایستاده است می گویید، باز رفتنتان چخیل می شده باشد. بخارا نروید دده، گفت به صحبت همراه شدم میرک. اگر خیر گویید من به کاغان می روم، باز یک جوال خربوزه می برم. اگر حیدرقل امک را دیدمانم از احوال بخارا می پرسم. آن کس از همه گپ خبر دارند، گفته می دهند. سید پهلوان با افتخار و فرهمندی به سوی پسرش که حالا صاحب مصلحت شده است نگاه کرده ایستاد و تمام چیزی دیگر گفت. آچش پسرم پسری درست می شود. اکنون مرم هم به آرمان می روم. میرک خجالت کشید و سرخم کرد و دیگر چیزی نگفت. پسرم راست می گوید، گفت مادر. میلش کاغان نزدیک، این پسرچهی نظر ناگیرک با این هیچ کس کاردار نمی شود. رفته خبر بیارد می شدگیست. نه آچش نمی شود، گفت پهلوان به طور قطعی. میرک به هیچ جا نمی رود. گپ و مصلحت با همین تمام شد. لیکن سید پهلوان تا خیلی وقت خواب نکرده فکر می کرد، راه می جست، اندیشه می کرد. روزی دیگر به قشلاق یک چند نفر عسکرهای سرخ با یک سردارشان آمدند. با آنها میوه، خربوزه و برای اسبهایشان علف در کار بوده است. سردار آنها که مردی عینکی ریشدار بود میرک را شناخت و با او دوستانه واخوردی کرد. ها پسری ناز، گفت وی، دیگر خربوزه نبردی؟ همان روز بچه ها به تو خیلی چشم در راه شدند، خربوزه نآوردی، لب تشنه به جنگ رفتند. خیریت که غلبه کردند، نباشد گناهشان به گردن تو بود. عسکر بچه ها بخارای گرفتن می؟ ها، در بخارا حکومتی سویتی غلبه کرد، امیر گریخت. اوه، نقص شده است، گفت میرک خرسندانه و به پدرش مراجعت کرد. انا فهمیدید؟ امیر گریخته است، عسکر بچه ها زور برآمدند. فهمیدم پسرم، گفت پهلوان و به سردار مراجعت کرد. مبارک شود ظفر. رحمت. این کس جوره امک حیدرقل، گفته شناسانید میرک. از من خربوزه خریده بودم. بسیار نقص، گفت پهلوان. کنی نباشد مهمانها را به سری پاریس خبر کن، خوب خربوزه ضیافت کن. مرحمت، گفت میرک. سری پاریس ما دور نی. لیکن مهمانها عذر گفتند. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори ҳаштумро аз рӯи романи 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хуҷампул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.